چطور با چند قطره روغن کدو ریزش مو رو کاهش بدیم؟ همه ما میدونیم که استرس، تغذیه نامناسب و تغییرات هورمونی میتونه باعث ریزش مو بشه، اما کمتر کسی خبر داره که یک روغن گیاهی ساده میتونه روند ریزش مو رو به طرز چشمگیری کم کنه. روغن کدو سرشار از اسیدهای چرب مفید، ویتامین ای و روی و مواد مغذیه که نقش مهمی در تقویت فولیکول‌های مو و مهار هورمون‌های عامل ریزش دارن. روش استفاده به این صورته که 2 بار در هفته شب قبل از خواب چند قطره روغن کدو رو کف سر بزنید و با نوک انگشتان 5 دقیقه ماساژ بدین تا جریان خون پوست سر زیاد بشه. صبح هم با شامپوی ملایم بشورید. بعد از چند هفته استفاده منظم موهاتون کمتر از شونه جدا میشه و ضخامت اون خیلی بهتر میشه. روغن کدوی خالص و ارگانیک کاژان رو میتونین همین حالا سفارش بدین تا به طور طبیعی و بدون مواد شیمیایی با ریزش مو خداحافظی کنین.